ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وعن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدني بالروح القدس سروران عزیز و حضار گرامی به فضل الله و به توفیق الله و به عنایت الله و خاص الله اینجا جمع شده ایم و آنان یعنی شماهایی که اینجا این صدا را دارید قابل تحسین تقدیر تشویق هستید که از همه پیشتر آمده اید از همه جلوتر میدان را فتح کرده اید ماشاءالله خیال نکنید وقتتان ضایع شده
اونایی که جلوتر از همه آمدن گویا یک شتر قربانی کردن. شتر این زمان خیلی گرانه، گوسفند قربانی کردن مشکله، شتر تنها قربانی بکنه. شتر مال 7 نفره، گویا شما تنها یه شتر برای در راه الله صدقه و خیرات کردید. ردیف دوم گاو، ردیف سوم گوسفند، بعد مرغ، بعد تخم مرغ. وقتی که خطبه شروع شد دیگه این جایزه قطع می شود. لذا شما قابل تشویقید و این الله تعالی پاداش شما را فراموش نمی کند. و ما کان ربک نسیا، الله فراموشکار نیست. هدف این نیست که حتما ما بیاییم سخنرانی شروع شده باشه. حتی همین حضور الله میپسندد، همین زود آمدن الله تعالی میپسندد، مسارعت فی الخیرات را الله میپسندد. سروران عزیز، روز جمعه، تو جمعه 4 چیز خیلی مهمه. نخستینش همین زود آمدن و به جمعه حاضر شدن است. فلیبلغ شاهد منکم الغائب. حالا همه که نیستن ولی شما هستید، میتونید حداقل 10 نفر این حدیث برسونید. فرمود صلی الله علیه و سلم، تو سنن ترمذی این روایت آمده و علما گفتند مثل این روایت درباره هیچ عملی نیامده است. کسی طهارت کند، استحمام کند، حمام برود، خود را پاک کند، وضوش مسواکش همیشه کامل کنه، مسواک ترک نکنیم، همین مسواک شرعی که مسنونه. و بعد قدم زنان به سوی مصلا و محل جمعه و نماز جمعه بیاید و خوب گوش کند و توجه کند و بگوشد که دنا و استمع، نزدیک باشه، بشنود، گوش کند. فرمود صلی الله علیه و سلم، عجیب جمله فرموده، درباره شب قدر نیامده. شب قدری که یک شب 1000 ماه، برتر از 1000 ماه. اینجا ولی فرمود بكل خطوة قیام سنة و صیامها، و صیام سنة و قیامها. در مقابل هر گام که برمی‌دارد، هر قدم که می‌گذارد، عبادت روزه 1000 الف سنه، چقدر زیاده روزه و ثواب، چقدر بهش ثواب روزه و ثواب قیام میرسد. لذا سروران عزیز، ما این را کم نداریم. دومین چیز سوره کهف تلاوت کردن در روز جمعه. درودی بخونیم اللهم صل علی. و سومین عمل روز جمعه اینه که حضرت رسول فرمود شما در شب جمعه و روز جمعه درود به کثرت بخوانید، کثرت درود و سلام. اکثروا علی الصلاة فرمود، زیاد بخونید. ظاهر 100 که زیاد نیست، یعنی خیلی زیاد بخونید، شبش و روزش. و اما درود فضیلتش سبحان الله. ابو طلحه انصاری این روایتش توجه کنید. امام احمد و نسائی این را روایت کردن. علامه منذری تو کتاب ترغیب و ترهیب آورده. میگوید اصبح یوما ان النبی صلی الله علیه و سلم اصبح یوما طیب النفس
خوشحال به نظر می رسید یک صبحی. یرا فی وجه البشر، صحابه آثار شادمانی خوشحالی در چهره نمودند. چهره مبارک خودش برتر از ماه و آفتاب، ولی بعد هم تبسم و خوشحالی و نشانه های رضایت و خرسندی بر چهره نمایان بود. چهره مبارک صلی الله علیه و سلم. قالوا یا رسول الله اصبحت اليوم طیب النفس، امروز خیلی شادمان به نظر می رسید. یرا فی وجهک البشر، آثار خوشحالی بر چهره شما نمایانه. جریان چیه یا رسول الله؟ امروز غیر عادی به نظر می رسید. حضرت مژده ای داد به اونها که تا قیامت برای مؤمنین مژده. فرمود اتانی آتن، چرا خوشحال نشوم؟ ماموری فرستادی از جانب الله آمده، من ربی عز و جل، از جانب پروردگارم عز و جل، پروردگار بزرگ و برتر. و اینجوری به من بشارت داده، مژده داده، من صلی علیک من امتک صلاتا، 4 بشارت، هر کسی از امت تو یک بار درود بفرستد بر تو، کتب الله له بها 10 حسنات، 10 نیکی الله برای او می نویسد. تو درودی بخونی 10 نیکی نوشته شد. دیگه چی؟ و محو عنه 10 سیئات، 10 گناه محو و پاک می شود. درود پاک کنه. 3 و رفع له 10 درجات، 10 درجه قرب بالا می رود، این درجه دار می شود. و 4مین بعد عجیبه، و رفع و رد علیه مثلها، و الله تعالی همانطور که او درود فرستاده الله هم بر او درود می فرستد. درود الله رحمت الله. 4 چیز شد. پس درود بخونیم چند بار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بعد فرمود تو حدیث ابن مسعود که فرشتگانی مأموریت دارند درود امت را به من میرسانند. چقدر سعادت، شرفه که درود ما به نام و نام پدر به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ابلاغ شود. شرف بزرگی عزیزان، این عزته، یه سعادت و خوشبختیه. الله به ما توفیق بدهد که درود بخونیم. لذا چند بار درود بخونیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما سروران عزیز 4مین چیز چیه؟ 4 تا چیز گفتم. 4مین اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در روز جمعه یه لحظه ای هست، کلمه ساعت فرموده، ان فی الجمعه لساعه. در اون لحظه هر کسی که در حال نمازی باشه، عبادتی باشه و دعایی بکنه، اگر اون لحظه برابر شد با دعایش قبول میشه. جستجوی اون لحظه کار مخلصین است. عبادت کنندگان، مخلصان، بندگان صالح همیشه این لحظه را جستجو کردند. و حالا کی این لحظه مثل شب قدر که در 10 شب است، این لحظه هم در طول روزه. ولی و بیشتر گفتند که بعد از عصره و اقوال دیگری هم هست. و همین خاطر بعضی از صالحین بعد از عصر جمعه تا مغرب می نشستن تو مسجد، به ذکر و تلاوت و دعا مشغول می شدن. دعا بشه که خود کافیه، تلاوت بشه که قرآن تلاوتش جای دعا را پر میکنه. اللهم صل علی النبی الامی. و 3 روز مشغول باشیم، یا به دعا یا به تلاوت.
یا خود دعا یا تلاوت یا درود. و حتی اگر از عصر تا مغرب همش درود بخونیم چی؟ روایت ابی بن کعب عجیبه. گفت یا رسول الله کم عجل لک من صلاتی؟ قال ما شئت. قال الربع. یا رسول الله من وقتی دعا میکنم در دعایم مثلا 10 دقیقه دعای 20 دقیقه دعا چقدر من درود بخونم؟ حضرت فرمود هرچه دوست داری میخوای. گفت یا رسول الله 1/4 دعا 1/4 درود و 3/4 دعا دیگه خواستهایی که دارم. حضرت فرمود بیشتر بکنی بهتر. او 2/3 گفت، بعد به نصف رسید. بعد حضرت فرمود اگر زد تا بهتره. گفت یا رسول الله من وقتی را که برای دعا اختصاص میدم همه را با درود پر کنم چطوره؟ حضرت 2 کلمه فرمود اذن یکفی همک و یغفر ذنبک. آنگاه مشکل تو حل می شود و گناه تو بخشوده می شود. درود بخونیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد. اما عزیزان گرامی آیه دیگری که از سوره طه آخر طه خواندم دقت فرمایید. الله تعالی یک قانون فرمود. این قانون رو در سیاق واقعی حضرت آدم فرمود که آدم علیه السلام علی نبینا علیه السلام از بهشت بیرون شد و الله تعالی فرمود حالا به دنیا بروید. فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. قانونه برید به دنیا، از طرف من هدایات میاد، دستورات میآید، فرمانها میآیند. هر کسی هدایت های مرا، راهنمایی های مرا پیروی کند، عمل کند، ایمان بیاورد، فلا یضل ولا یشقی، هرگز گمراه نمی شود. هدایت الله علی قرآنه، تمسک به قرآن، چنگ زدن به کتاب الله، اطاعت از الله، عبادت الله، عبادت خالصانه الله. فلا یذل ولا یشقی، نه گمراه می شود نه بدبخت و تیر روز می گردد. محرومیت را بر او راهی نیست، نخواهد بود و گمراهی به سوی او نخواهد آمد. او در مسیر سعادته، در مسیر خوشبختیه، در مسیر شرف و عزت دارد حرکت می کند. فلا یذل ولا یشقی. اما قانون بعد فرمود، اولین بشراه بعد تهدیده، هشدار الله، فرمان الله، اللهی که همه چیز در دست اوست. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. هر کسی از یاد من، از ذکر من روگردانی کند، بی تفاوت باشد، فإن له معیشة ضنکا، قطعاً برای او اینه، فإن له معیشة ضنکا، برای او زندگی تنگی خواهد بود. جلوتر و نحشره یوم القیامت عاما، یکی در دنیای یا در قبر، اما در آخرت و نحشره یوم القیامت عاما، و روز قیامت کورش برپا میکنیم، کورش میگردانیم. قال، شکوه میکند، ربا لما حشرتنی عاما، بیناییم را از دست دادم، چرا یا الله مرا کور حشر کردی؟ قال كذلك اتتك آیاتنا
آیات ما پیش تو می آمد، پیامبران می آوردن، مبلغان تبلیغ می کردن، پیامها به تو می رسید، دستورها به تو می رسید، فنسیتها، تو فراموش می کردی. و کذالک الیوم تنسی، امروز تو هم فراموش شده ای از رحمت الله. جلوتر بعد می فرماید که هر کسی که اسراف کند، هر کسی که زیاده روی کند تو گناه و ایمان نیاورد و به اعمال بد ادامه بدن، اون را اینجوری ما کور میکنیم. اما عذاب آخرت، ولا عذاب الاخرت اشد و ابقا، و شدیدتره، پایدارتره عذاب آخرت. توجه فرمایید. من ذکر اینجا چیه؟ به تفسیر معارف امروز مراجعه کردم. علامه حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه دو چیز فرموده بود. شما ماشاءالله اقوال زیادی را مستحضر دارید، ولی دو تا چیز اونجا فرموده بود. یکی که یک تفسیر اینه که این ذکر قرآن مجیده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اعراض و روگردانی از این قرآن چیه؟ تلاوتش نمی کنیم، نمی خوانیم، صبح تلاوت نمیشه، شبها تلاوت نمیشه، نمی فهمیم، به فکر فهمیدنش نیستیم و عمل نمی کنیم و خدمت نمی کنیم، نمی رسانیم. بلغوا انی ولو آیه نیست. نسبت به قرآن کوتاهی می شود در جامعه ما. مردم ما به نسبت گذشته قرآن بیشتر بلدن ولی کمتر می خواندن. قبلا صبحها خانه ها با تلاوت آباد بود، حالا با خواب آباده. خواب صبح محرومی می آورد، بدبختی می آورد، بی برکتی می آورد. خواب صبح، مخصوصا خوابی که با قضای نماز فجر باشه یا با فوت شدن جماعت فجر باشد، چقدر بدبختیه، اصلا جبرانش مشکله. توبه در وادش باده. پس یه تفسیر ذکر شد این که یعنی خود قرآن دیگه. اما یه تفسیری حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه تفسیر بالقرآن که سوره در سوره دیگری در آخر قرآن آمده که ذکر الرسول، رسول منظور از ذکر رسول هر دو میشه. خود رسول یه ذکریه، یعنی یک پندی وجودش، سراسر پند، فرمانش پند، سیرتش پند، تذکریه، پندی این رسول از جانب ذکر رسول. و روگردانی از این ذکر چی؟ از سنتش دوری کردیم. سنت پیغمبر در چهره ما دیده نمیشه به شکل ریش و محاسن، در لباس ما، در زندگی ما، در تجارت ما، در عروسی ما، در پرسه و ماتم ما، در عزای ما. زندگی رسول الله در زندگی ما باشه. حضرت امام زندگی ماست، رهنمای زندگی ماست، الگو، نمونه و سرمشق زندگی ماست. وقتی اعراض صورت بگیرد این حالت پیش می آید که زندگی تنگ می شود. زندگی تنگ کیه؟ اینجا هم دو تا قول معروفه. یکی اینه که تو قبر تنگی میاد، اما یه تنگی تو دنیا می آید. پریشانی، بی برکتی، بی بارانی، استرس، فشارهای روحی، نافرمانی فرزندان و زن، تسلط ظالمان، پریشانی، آشفتگی، اینها همش معیشت زن که یه حرص. بعدی گفتن اینقدر زندگیش بی برکت میشه که سیر نمیشه. طلبه آمد نزد بنده گفت که یکی از عزیزانم در افغانستان برایش دعا کنید، شما هم دعا کنید. گفت بچه ای از 10 ساله بیماری استسقا گرفته،
بیماری استسقا چی بیماریه که هر چه آب میخوره سیر نمیشه. گفت یک گالن میخوره سیر نمیشه. وقتی حرص دنیا بر انسان مسلط شود، آز و حرص، دنیا طلبی، دنیا پرستی، دنیا دوستی، دنیا خوب نعمته، مال نعمتیه، الله مال را به عنوان نعمت ذکر کرده، اما حرصش که انسان تشخیص حرام و حلال ندهد. فرمود لیاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحرام ام من الحلال من الحرام. آنچه خورده حرام یا حلاله، گروگان میگیرد، دزدی میکند، مال شریک را میخورد، میراث را تقسیم نمی کند، حرام را میخورد، میراث را میخورد، پروا ندارد که این از کسب و کار حلال، مشکوک، مکروه، حرام، خدای، ربای، چی من دارم میخورم، خودش میخورد، بچه‌اش هم میخوراند. چقدر این ظالم ظلم میکند. بچه معصوم بدن خانه نشین را هم میخوراند. خیال میکند که خدمت میکند، ظلم میکند. این لذا اینه که سیر نمیشه. این استسقاء مال داره، این بدتره. او که بیماری الله رحم میکنه، اون از جانب اللهه، ولی این از جانب الله نتیجه عمل کرده ماه. لذا عزیزان گرامی زندگی ها تنگه. امروز اکثر مردمان پریشانند. خیلی همیان پیش اهل علم میان، گاهی پیش ما میان، بیشتر که باش نزد مولانا عبدالغنی صاحب میرم، ما اونجا میفرستیم. میگه پریشانم، کسب و کار خوب نیست، طلسم کردن مرا، جادو کردن. یه عده میگه مرا جادو کردن. حالا جادو حرامه، گناه، کار نداریم، چی میخوام عرض بکنم. اما دکتر عبدالحی از بزرگان ما بود، کسی میام میگه مرا جادو کردن، میگم تو را کسی جادو نکرده، گناهت تو را جادو کرده، غفلتت تو را جادو کرده، قضا کردی نمازها جادو شدی، بی حجاب شدی جادو شدی. بدن هم میگفت شما حجاب دا درست کن، شما گناه دست بکش، نافرمانی توبه بکن، خودش یه طلسمه، استغفار بکن، توبه بکن. سروران عزیز، این پریشانی ها علاجش این نیست که فقط تعویذی بگیرید از کسی، این نیست که فقط تمام زندگی را صاف کنیم، تجدید نظر در زندگی کنیم. چه کار کنیم؟ استغفار کنیم. استغفار. من چند دقیقه مونده، 2-3 دقیقه توجه کنید که درباره استغفار عرض میکنم. استغفار، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود هم گناه را ترک کنیم، توبه و استغفار کنیم. ترک گناه، توبه و استغفار، این علاجه. بازگردیم به سوی الله، مردم بازگردند به سوی الله، کشور ما بازگردد به سوی الله، مسئولین بازگردند به سوی الله، مامورین به سوی الله، ملت به سوی الله، زنان به سوی الله. اگر ناراضیند از عمل کرده یک دولت مرد، یک مسئول، یک مامور، یک آخوند بگیریم، از ما ندار کن. علاجش این نیست که بی حجاب باشن، علاجش اینه که نماز ترک کنن، مسجد رها کنن. علاجش اینه که ما بنده ربیم، ما بنده یک مسئول، یک مرد دولتی، یک عالم که نیستیم. اگر فرزندی ناراضی از پدر، از مادر، او خدا را دیگه مانش نیست که خدا را ناراض بکنه. حالا پدر آمدیم که خوب مساوات نکرده بین دوتا فرزند، بین دختر و پسر حق نداده به دخترش، یا به یکی از فرزندانش حق نداده، یا یکی از مادر دیگریه او را ترجیح داده. آیا علاجش اینه که این پسر مسجد را ترک بکنه، قرآن را ترک بکنه، یا این دختر حجاب را ترک بکنه، سر را لخت بکنه؟ همه به سوی الله، شیعه به سوی الله، سنی به سوی الله، هر فرقه به سوی الله. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنان همگی بازگردید به سوی الله.
سوی الله بازگشت اینه نسبت به گذشته پشیمان، حالا دست کشیدن نسبت به آینده گناه نمی کنم. این 3 شرط توبه. شرط 4 3 به علاوه 1 اینه که حق انسان را ادا کن. نماز قضا کردی جبران کن، روزه قضا کردی وصیت بنویس روزه قضا کردم، حج فرض بوده من کوتاهی کردم. گناه را نسبت به آینده ترک بکنه و اگر حقی هست آن را ادا بکند. و استغفار. حضرت رسول فرمود الا ادلکم علی دایکم و دوایکم. چقدر بشارته. حالا ما آمدیم و گناه کردیم. انسان گناه میکند ولی الله میبخشد. اصرار نکنه، توجیه نکنه، قبول کنه. هر ضعفی داره قبول کنه. سنتی ترک کرده قبول کنه که من کوتاهی کردم، نه توجیه بکنه که دیگران بیشتر گناه میکنند. فرمود الا ادلکم علی دایکم و دوایکم. آیا بیماری شما را بگویم و درد و درمان درد شما را بگویم؟ ان داعکم از ذنوب. بیماری شما گناه شما را پریشان کرده. و دوایکم الاستغفار. داروی شما استغفاره. استغفار کنید، توبه و استغفار. بعد بشارت داد در حدیث دیگر که ابن عباس روایت میکنند من لازم الاستغفار. کسی مرتبا استغفار کنه یعنی مغفرت طلب کند، توبه کند مرتبا به کثرت. 3 وعده داد. جعل الله له من کل هم فرجا. هر رنج و پریشانیش را الله تعالی دور میکند، گشایش میآورد. و هر تنگنا را الله و هر بنبست را الله باز میکند. 2 3 و رزقه من حیث لا یحتسب. و الله از جای روزی میدهد که گمان ندارد. در حدیث دیگر فرمود گناهان بر اثر گناهان دلهای شما ران و زنگ میگیرد مانند فلز و آهن که زنگ میگیرند. داروش استغفار است و جلاها الاستغفار. در سفری حضرت انس میگوید ما میرفتیم، حضرت فرمود استغفار کنید. ما گفتیم استغفر الله، الله معاف کن، استغفر الله. بعد حضرت فرمود اتموه 70 تا 70 بار استغفار کنید. امروز 70 بار بیشتر استغفار کنیم. اینجا بعد حضرت انشاءالله دوباره برای باران دعا خواهند کرد، مایوس نمیشویم. اما سروران عزیز قرآن چی میگوید در این باره نگاه کنید. خود الله در باره استغفار چی میفرماید؟ استغفروا ربکم. از قول حضرت نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. از جانب الله سیدنا نوح قوم خود را نصیحت می کند. من بهشون گفتم استغفار کنید، توبه کنید، مغفرت بخواهید، آمرزش بخواهید از الله. انه کان غفارا. و بسیار بخشاینده است. یرسل السماء علیکم مدرارا. از آسمان آب را جاری می کند. و یمددکم باموال و بنین. الله شما را با فرزندانتان کمک می کند و مالهای کمک می کند. یعنی مال زیاد می کند یا مال کم را برکت می دهد. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. برای شما باغها قرار می دهد و نهرها جاری می سازد در دنیا و در آخرت. این درباره دنیاه و در آخرت هم که شکی نیست. اما ای دیگر در سوره توبه و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. 2 تا امانه از قول حضرت علی هست. اینجا فرمود 2 تا امن، 2 تا امان. حضرت علی کرم الله وجهه می فرماید 2 تا امان در این امت، 2 تا تامین، 2 تا پناهندگی هست. یکی فرمود وجود رسوله. اما امروز رسول در میان ما نیست. سوال پیدا میشه رسول در میان ما نیست. و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. اما عزیزان چون رسول در میان ما باشه؟ اگر در زندگی سنت رسوله، بر چهره سنت رسوله، بر وجود سنت رسوله، سیرت رسوله، درود رسوله، الله اونجا عذاب نمیبرد. و انت فیهم. زندگی رسول در میان ما باشه. 2 و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تا اونا استغفار بکنند الله عذاب نمیدهد. و بعد از در سوره هود عجیب میفرماید به قوم ثمود میگوید حضرت صالح
یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، ای قوم استغفار کنید و توبه کنید، برگردید به سوی الله. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان آب جاری برای شما میفرستد، آسمان را جاری میسازد، دستور میداد ابرها را بروید ببارید. و یزدکم قوتا الی قوتکم، و الله به نیروی شما می افزاید، نیروی عقلی، فکری، اقتصادی، مالی، سیاسی، هر نیروی با. یزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، برمگردید، پشت نکنید در حالی که شما مجرم هستید. لذا سروران عزیز ما استغفار کنیم. بزرگان ما نیکان استغفار میکردند، حضرت رسول استغفار میکردند. مولانا چه جالب میفرماید، غم چو بینی رو تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، هرچه پریشانی و ظلمات و تاریکی و نگرانیه به سوی تو آمده، این ابرهای تیره و تار پریشانی و نگرانی را الله دور میکند با استغفار. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن و بی باکیست و گستاخیست هم. غم چو بینی رو تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. لذا سروران عزیز بعد از هر نماز حداقل 100 بار با توجه استغفار کنیم. بعضی از بزرگان ما 1000 بار استغفار میکردن روزانه. با توجه 10 دقیقه اختصاص بدیم، اظهار پشیمانی کنیم، و اگر حقی هست بر گردن ما حق ادا کنیم و صدقه‌ای در کنارش بکنیم. الله کریم و رحیم است. الله میخواهد طلب ما را ببیند. اینا دعا کردن، آیا اینا مایوس میشوند؟ آیا اینا جای دیگری رجوع میکنن؟ میبیند که اینا ولکن نیستن. اینا باید مرتبا استغفار میکنن، توبه میکنن، اظهار ندامت و پشیمانی میکنن، 100 بار 1000 بار استغفار میکنن. الله رحمتهای شراب میفرستد و الله مشکلات دینی و دنیوی ما را حل میکند و آرزوها را برآورده میسازد و خوشنودی خود را در دنیا و آخرت نصیب ما میگرداند. و آخر دعوانا الحمدلله.